سلام، خوش اومدین. امروز قراره سوپونه درست بکنم یا ملان مول. به فارسی نمیدونم ملان مول چی میشه، ولی تنقلاتی که بین غذا میخوری، بعد از غذا میخوری، قبل غذا میخوری، نمیدونم ملان مول چی میشه. و 4 تا از این قوطی کوچیک گرفتم. 1 2 3 4 4 تا از این گرفتم. بعد ماست نارگیل گرفتم. اینجوریه ماست نارگیل. دقیقا ماست نارگیل گرفتم و گفتم یه ذره شیرینش میخوام بکنم. روسین قرمز گرفتم. کشمش سرخ. کشمش سرخ. یه دونش افتاد و یه دونه نداره. بعد چیا فرو گرفتم. چیا فرو رو نمیدونم واقعا به فارسی چی میشه. این شکلیه چیا فرو. واقعا نمیدونم اسمش چیه. و در آخر غذای مغز گرفتم. به این میگن غذای مغز. بلوبر. خیلی خوشمزه است. بلوبر خیلی دوست دارم. پس بریم با هم دیگه فروکوس درست کنیم. دوباره برگشتیم. اول من یوگورت رو میندازم داخلش. این 4 تا من درست کردم. به عنوان فروکوس، به عنوان صبحونه میتونین بخورین و به عنوان میان وعده. فارسی میدونین کم کم خوب میشه بچه ها. آره، امیدوارم درست بکنین خونه. چیزایی که دوست دارین رو میتونین بندازین داخلش. نه غذای خیلی گرونیه نه غذای خیلی ارزونیه، ولی میتونم بگم کالری خیلی کمی داره و خیلی مقویه. فعلا بای.